سلام دوستان، به یه ویدیو دیگه خوش اومدید. ممنون میشم ساب کنین، لایک کنین ویدیو رو که بیشتر نشون داده میشه، به افراد بیشتری نشون داده میشه وقتی این کارو کنید. خب بریم سراغ این ویدیو. بچه‌ها گفته یه اکانت خیلی خفن و گاد و مهندسی و مختص استریم و یوتیوب. خب میریم اکانت رو ببینیم. توضیحات زیادی نداره، زده همین خودتون دارید میبینید مختصر بود. خب 6 تا اسکین متیک داره، 19 تا آی پی، بعد خودتون میبینید. بعد حالا 11 بار بیشتر مولتی نبردتش، بعد اکانتش هم سری جدیده، ولی من نظرم اینه که فقط زیاد خرجش کرد، هی گردون زده، یعنی قدیمی نیست اکانتش آنچنان. بعد این هم میبینید گوست متیک داره، 4 تا ماشین لژندری رو داره، گانهای متیکش خوبه، 3 تا رو فول آپگرید کرده، 29 تا چیز داره، متیک داره، به 158 تا، یعنی نزدیک 160 تا گان لژند داره. خوبه 1132 تا هم اپیک داره. یه سوال دارم، آیا این اکانت میارزه یا نه؟ نظرتون رو برام کامنت کنین. ممنون.